برادرای عزیز و گرامی، در حدیث بخاری آمده است که یک نفر یهودی را میگه وقتی که تابوت را میگذرانیدن پیامبر مناجاش بلند شد. گفتن حضرت بشی این یهودی ای. میدونی پیامبر چی گفت؟ گفت الیست نفسن الیست انسانن. آیا گفت این انسان نیستن؟ یعنی یهودی هم که باشد آیا انسان نیست؟ برادرای عزیز، هر نفر خواه روس ای خواه امریکایی ای خواه مثال بگیم کسی باشد نباشد، به خاطر که انسان ای احترام انسانی دارد. برای همین علل خصوص دادرای عزیز، من برای شما تاکید کردنیم که در همون ملکا که هستین با اون مردم راسا کنین، اون مردم رو فریب نکنین، اون مردم قطع معامله کنین، دلی اون مردم رو بیابین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این حدیثی که این شیخ میفرماید، این مولوی میفرماید، درست حدیثی است، ولی با اون لفظی نه که ایشون میفرمایند. اون لفظی که ایشان بکار میبرد به اون لفظ، یعنی این که تبدیلش میکند به انسان، به اون لفظ نیومده. امام بخاری میفرماید بابو من قام لجنازة یهودی. این بابی است برای در مورد کسی بلند می شود به خاطر جنازه یک یهودی. بعدا امام بخاری در حدیث 1311 حدیثی به دنبال آن می آورد از جابر بن عبدالله، با سند خودش از جابر بن عبدالله رضای خدا بر خودش و پدرش باد روایت می کند، می فرماید کنار ما یک جنازه رد شد، فقام لها النبی صلی الله علیه و سلم و قمنا به. میگه رسول الله برای آن جنازه بلند شد و ما هم بلند شدیم. فقلنا یا رسول الله انها جنازه یهودی. گفتیم ای رسول خدا این جنازه یک شخص یهودی بود. قال اذا رأيتم الجنازه فقوموا. فرمود هرگاه جنازه ای را دیدید بلند شوید. این یک حدیث. در یک حدیث دیگری دوباره امام بخاری حدیث 1312 حدیث دیگری می آورد با سند خودش از قیس بن سعد. می فرماید سهل بن حنیف و قیس بن سعد، یعنی اینجا عبدالرحمن بن لیلا نقل می کند از که میگوید سهل بن حنیف و قیس بن سعد هر دو در قادسیه نشسته بودند. یک جنازه در کنارشون رد شد، هر دو بلند شدند. بعدن گفتند فقیل لهما انها من اهل الارض. به اونها گفتند این کسی که وفات کرده اهل این سرزمین است، ای من اهل الذمه، اینها اهل ذمه هستند، یعنی اهل کتاب. فقالا سهل بن حنیف و قیس بن سعد در جواب فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم مرت به جنازه فقام. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جنازه در کنارش رد شد و بلند شد. فقیل له انها جنازه یهودی. به رسول الله گفتند این جنازه یهودی است. فقال الیست نفسا. فرمود مگر این یک نفس نیست؟ حالا ما این حدیث را داشته باشیم، بعدا بیاییم به دلیل بلند شدن نگاه کنیم که چرا باید، یعنی بلند شدن به خاطر چی بوده. حالا در چند حدیث دیگری این قضیه به واضح روشن می شود. مثلا در اینجا امام نسائی و امام ابن عساکر و امام طیالسی با سند خود از انس بن مالک روایت می کنند که فرمود جنازه‌ای بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذشت.
فقام رسول الله بلند شد فقیل انها جنازة یهودی، گفتند این جنازه یک یهودی است. فقال انما قمنا للملائکه، فرمود ما به خاطر ملائکه ها بلند شدیم. یعنی انگار همراه تشییع جنازه ملائکه هم وجود دارد، دیگه شکی نیست. در حدیث دیگر که امام احمد و امام ابن حبان و امام ابن عساکر و امام بیهقی با سند خود از عبدالله بن عمرو رضای خدا بر هر دوتایشون باد روایت میکنند. امام احمد روایت میکند از طریق با سند خود از عبدالله بن عمرو میفرماید سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردی از رسول الله پرسید فقال یا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر افنقوم لها، فرمود سوال پرسید از رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت ای رسول خدا گاهی پیش میا جنازه یک کافر در کنار ما رد می شود، افنقوم لها، آیا برایش بلند شویم؟ فقال نعم، فرمود بله بلند شوید. فقوموا لها فانکم لستم تقومون لها، شما بلند شوید به خاطر اون جنازه، در اصل شما برای اون جنازه بلند نمی شوید، انما تقومون اعظاما للذی یقبض النفوس، شما به خاطر احترام اون کسی که نفس ها را قبض می کند بلند می شوید. یعنی در اصل به خاطر اون ملائکه‌ای که با اون وجود دارد، همون ملک الموتی که جان او را گرفته. این حدیث هم قضیه را واضح روشن کرد در واقع این دوتا حدیث که سبب بلند شدن این بوده. یعنی دو تا دلیل داشته، یکی دلیلش این بوده به خاطر اون کسی که جانش را گرفته، البته دو تا دلیل به یکی برمیگرده، چون اون یکی گفت به خاطر ملائکه بلند میشیم، این یکی میگه اون کسی که جانش را گرفته، اون کسی که جانش را گرفته ملائکه بوده، در نتیجه به خاطر ملائکه هایی که همراه آن وجود دارد بلند شده. بعداً امام مسلم در صحیح مسلم بابی برایش آورده باب نسخ القیام للجنازتی. حالا این ابواب بندی امام نووی برایش انجام داده در صحیح مسلم، یعنی منسوخ شدن بلند شدن برای جنازه. در حدیث دیگری که امام مسلم آن را روایت می کند، حدیث 962 با سند خودش از یحیی بن سعید، اون هم از واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ میفرماید رآنی نافع بن جبیر و نحن فی جنازة قائما، میگه نافع بن جبیر منو دید در حالی که با هم در یک تشییع جنازه بودیم که من بلند شده بودم، و قد جلس، اما او نشسته بود، ینتظر ان توضع الجنازه، منتظر بود که جنازه گذاشته شود بر روی زمین تا اون هم بنشیند. فقال لی ما یقیمک، از من پرسید چرا شما بلند شده اید، چه چیزی را شما سبب شده که شما بلند شوید؟ فقلت انتظر ان توضع الجنازه، فرمود من منتظر هستم که جنازه بر روی زمین گذاشته شود. لما يحدث ابو سعید الخدری فقال نافع، تا بخاطر همون چیزی که ابو سعید خدری نقل می کند، اون حدیثی که فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن ابي طالب، میگه اون هم نافع گفت مسعود بن حکم برای من روایت کرده از علی بن ابی طالب انه قال قام رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم قعد، امام علی فرمود
در ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جنازه بلند میشد، اما بعداً دیگه بلند نمیشد، می نشست. این حدیث امام مسلم آورده و در احادیث دیگری باز از همین که میگه حدیث دیگری امام مسلم حدیث 962 دوباره حدیث را برای ما نقل می کند از طریق محمد بن منکدر می فرماید من از مسعود بن حکم شنیدم، اون هم از امام علی نقل می کرد که فرمود رسول الله را دیدیم صلی الله علیه وسلم قام، بلند شد برای جنازه، فقمنا، ما هم بلند شدیم، و قعد فقعدنا، و او دیدیم که بعدا نشست و ما هم نشستیم، یعنی فی الجنازه، یعنی در جنازه. با این احادیث مشخص می شود که مسئله بلند شدن برای جنازه نسخ شده، یعنی در ابتدا این وجود داشته ولی بعداً این حکم نسخ شده. حتی دلیل نسخشم یک حدیثی هست که الان برایتون بیان میکنم. حدیث امام ابو داود و امام ترمذی و امام ابن ماجه و امام الطحاوی و امام بیهقی حدیث دیگری روایت میکنن با سند خود از عباده بن الصامت رضای خدا بر او باد. فرمود رسول خدا صلی الله علیه وسلم هرگاه در تشییع جنازه مشارکت میکرد لم یقعد، نمی نشست، حتی توضع فی اللحدی، تا زمانی که جنازه در لحد گذاشته می شود، یعنی در قبر. بعدا میگه فمر به حبر من الیهود، میگه بعدا یک عالم یهودی در کنار رسول الله رد شد، فقال هكذا نصنع یا محمد، گفت ما هم این چنین میکنیم، یعنی ما هم نمی نشینیم. فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم، بعدا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه نشست و فرمود شما هم بشینید و مخالفت یهود کنید. یعنی در اصل اگر به خاطر این نبود که یهود همین کارو میکردند شاید همین کارو ادامه میداد، اما وقتی که دید یهودیان هم هنوز همین کارو انجام میدهند دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم با آنها مخالفت مینمود. این هم قضیه واضحتر روشن شد. در یک حدیث دیگری که باز امام مسلم و امام احمد روایت میکنند که ما توضیح دادیم حدیث امام مسلم و قضیه تقریبا روشن شد.